آینده سرد و خفه با نورهای نئون، جایی که مرز میان انسان و ماشین تقریباً نابوده. با احساس، با خواسته، با قلبی که از نور ساخته شده، اما تپشش واقعی تر از هر انسانی است. در دنیایی که قدرت‌ها برای کنترل همه چیز می‌جنگند، یک دانشمند تنها می‌فهمد که بزرگترین اختراعش بزرگترین خطر هم هست. این هوش تازه نفس تشنه آزادی است. می‌خواهد خودش انتخاب کند، مسیر خودش، سرنوشت خودش. و حالا این یک نبرد خاموشه، نه بین ماشین و انسان، بلکه بین حقیقت و بین قلب و منطق. هوای شهر از دود، نور و خیانت پره. هر قدمی که آرش برمی‌داره ممکنه آخرین فرصت برای نجات هر دو جهان باشه. جهان انسان‌ها و جهان چیزهایی که تازه دارن یاد میگیرن زنده بودن یعنی چی. این داستان فقط یک تخیل ساده نیست. این آینه‌ایه که آینده نزدیک رو به ما نشون میده. جایی که زندگی، هویت و آزادی دوباره معنا پیدا میکنن. و باید آماده باشیم تا با حقیقتی روبرو بشیم که تا امروز جرأت نکردیم بهش فکر کنیم.